کانال سخنرانی‌ها. خب جلسه 22 وجود و زمان رو دنبال میکنیم. رسیدیم به بند 46. اگه خاطرتون باشه در جلسه قبل بحث این بود که هایدگر میخواست یک مرزبندی روشنی از تحلیل دازاین بده نسبت به سایر علوم مشابه که احیانا شاید خواننده دچار این خلط بشه که دازاین، تحلیل دازاین آیا همان روانشناسیه، آیا همان انسانشناسیه، یا بدتر از اون یک نوع زیست شناسیه. برای همین تأکید میکنه که باید مرزبندی ها دقیق بشه، باید خیلی تأکید کنیم روی این تمایزات و نشون بدیم که به هیچ کدوم از این شاخه‌های علوم انتیک، به تعبیر خود هایدگر تعبیر معروفی داره درباره علوم انسانی که به ای نحو کان به انسان میپردازه، چه حالا علوم زیست شناختی، چه علوم شناختی، چه علوم روانشناختی، که به اونها میگه علوم انتیک و اون رو در مقابل چی قرار میده؟ انتولوژیکی که خودش به دنبال تبیین اون هست. رسیدیم به این که روی این تمایز میخواست تاکید بذاره و مرزبندی ها رو روشن کنه که مرزبندی تحلیل دازاین در مقابل انسانشناسی، روانشناسی و زیست شناسی. جملت رو میخونیم، اونجایی که توضیح لازم است عرض میکنم. پس از طرح اولیه و ایجابی موضوع پژوهش کماکان مهم است که خصلت‌های سلبی آن را نشان دهیم. یعنی تحلیل دازاین چه چیزی نیست، هرچند سخن گفتن از چیزی که نباید روی دهد به سادگی بی ثمر شود. باید نشان داده شود که همه پرسشگری‌ها و پژوهش‌هایی که تاکنون معطوف به دازاین بودند علی‌رغم باروری عینیشان مسئله فلسفی راستین و اصیل را گم کردند. بنابراین مادام که در این سردرگمی به سر میبرند حق این ادعا را ندارند که میتوانند چیزی را که اساساً برایش تلاش میکنند انجام دهند. خب از نظر هایدگر گفتیم که اون مسئله اصلی چیه که این علوم انتیک ازش غافلن؟ مسئله وجوده و چون از این مسئله غافلن و به انواعی از موجود پرداخته این علوم، لذا نمیتونه حتی مدعی بشه که میتواند اون وظیفه خودش رو نسبت به موضوع خودش، اون علم نسبت به موضوع خودش که برفرض روانشناسی سایکو باشه، زیست شناسی بایو باشه و هر علمی دیگری که موضوعی رو مد نظر قرار داره، به شایستگی مورد پژوهش قرار بده. یعنی حتی در پژوهش موضوع خودش ناتوان و عقیم آنگونه که باید باشد. خب ادعای درشتیه دیگه، در کنار ادعاهای دیگر هایدگر که معتقد تمام علوم به معنای ساینس در ذیل این غفلت از موضوع اصلی که وجود باشه، هستی باشه، شکل گرفته و به رغم این که تعبیری که به کار میبره میگه باروری عینیشان به یک معنا اشاره به فربه شدن این علوم داره. یعنی این علوم به قدر کفایت فربه شده. یعنی شما در هر کدوم از این شاخه‌های علمی وارد بشید یک گستره وسیعی از حوزه‌های علمی رو می‌بینید. روانشناسی با شاخه‌های متنوع خودش، زیست شناسی، انسان شناسی و همین علوم به قدر کفایت فربه شده. اما این فربگی برای هایدگر چیزی نیست جز گم شدن و گم کردن موضوع اصلی که وجوده. این سوال که خب هایدگر حالا در ادامه میخواهد این پرسش از وجود رو مستقر کنه و ما رو ملتفت به این پرسش بکنه، چه پاسخی داره؟ خب اینو من بارها تو این کلاس گفتم، کتاب وجود و زمان در صدد پاسخ به پرسش از وجود نیست، بلکه به دنبال استقرار و
قوام بخشیدن به خود پرسشه. سوال، خب استقرار این پرسش چه فایده‌ای داره؟ چه نتایج عملی داره؟ از همین بندها میشه حد زد که چه سودایی داره هایدگر و چه چیزی رو در سر داره میپرورونه. این که میخواهد در ذیل این پرسش جدید یا پرسش مقفول تاریخ فلسفه و متافیزیک نگاه دوباره‌ای داشته باشه به علوم. روانشناسی که در ذیل پرسش از وجود شکل بگیره چگونه ماهیتی داره؟ انسان شناسی که در ذیل پرسش از وجود شکل بگیره چگونه ماهیتی داره؟ و قص الهذا و سایر علوم، فلسفه ذهن، همه شاخه‌های علمی و انسانی یا به تعبیر دیلتای روحی، علوم روحی، در ذیل این پرسش چه ماهیتی پیدا میکنن؟ خب خیلی سودای بلندیه. یعنی میخواهد تمام تاریخ متافیزیک رو با اون دیستراکشنی که میخواد انجام بده به یک معنا میخواهد یک ماهیت دیگه‌ای به اینها بده. پس دیستراکشنی که ما در مقدمه خوندیم اصلاً بچه هنجاری به معنای منفی نداره، بلکه شاید بشه گفت که بار معنای مثبتش خیلی بیشتره. این شکوندن، این خرد کردن متافیزیک یک بار مثبتی داره. این ستیز با متافیزیک و فلسفه به هیچ وجه به معنای احیانا ما که در سنت فلسفه ستیزی فقهی و مثلا سنت دینی خودمون هستیم به هیچ وجه نباید به اون معنا تعبیر بشه. این دیستراکشن متافیزیک یا دیستراکشن تاریخ فلسفه کشف پتانسیل هایی که در ذیل اون غفلت از موضوع اصلی مقفول مونده. یک نوع گشایشه، یک نوع باز کردن افقه، یک نوع اعطای یک انرژی و توان جدیده به چیزی که بیرمق شده. تو همین رساله‌ای که صحبتش به پایان فلسفه اونجا هم تأکید داره. این پایان، اعلام پایان فلسفه، اینو نباید با بدایت الحکمه مثلا مرحوم علامه یکی بگیرید، نهایت الحکمه. بله، این مفهوم نهایت الحکمه ای که ما توی سنت فلسفه اسلامی داریم هیچ ربطی به مفهوم پایان فلسفه هایدگر نداره. خب به طور مستقیم میره سراغ سه علمی که حداقل در دوره خود هایدگر اینها داشتن دیسکورس های مسلط میشدن و بودن و همچنان هستند. همچنان دیسکورس روانشناسی و انسانشناسی و زیست شناسی دیسکورس های مسلط جوامع علمی هستند، محافل علمی هستند. ما با مرزبندی تحلیل اگزیستانسیال در مقابل انسانشناسی، روانشناسی و زیست شناسی خود را به پرسش اساساً انتولوژیکی محدود می‌کنیم. از دیدگاه نظریه علمی مرزبندی های ما ضرورتاً ناکافی خواهد بود، صرفاً به این دلیل که ساخت علمی رشته‌های مذکور و نه البته شأن علمی کسانی که برای پیشرفت آنها کار می‌کنند امروزه یکسره قابل سؤال است و نیازمند تکانه‌های نوینی است که باید از پرسمان انتولوژیکی سرچشمه گیرند. یعنی اون چیزی که الان، یعنی الان هایدگر در سال 1938 دهه 30 مطرحه اینه که این دیسکورس های نامبرده شده دچار بحران شدن. یعنی سوال باید کرد از اینها و جایگاه این دیسکورس ها متزلزل، گرچه جایگاه دانشمندان و کسانی که به این علوم اشتغال دارن به هیچ وجه خدشه ناپذیره.
این بنده خدا دغدغه ما رو داشته. وقتی ما میخوایم یک جریانی رو نقد کنیم، اولش باید از اون آدماش انقدر عذرخواهی بکنیم که نگن آقا تو چرا داری ناسزا میگی. یعنی باید انقدر تبرئه چیز کنیم، از میگن توهین نکنیم فلان اینا. این قداست سازی های دیسکورس ها گویی همیشه بوده و هست. بنابراین از حیث سمت و سوی تاریخی میتوان هدف تحلیل اگزیستانسیال را روشن ساخت بدین معنی که ابتدا از دکارت شروع میکنه. دکارت که کشف کوژیتو سام میاندیشم هستم به مثابه پایه آغاز پرسشگری فلسفی عصر جدید را به او مدیونیم، کوژیتار اگو را در حدود معینی پژوهش کرده است. دقت میکنید دیگه اینجا میبینید دیگه یک کلمه از کوژیتو ارگو سام رو حذف میکنه، میگه کوژیتو سام ارگو رو حذف میکنه. هایدگر بارها این کار رو میکنه، یعنی در تبیین میاندیشم پس هستم دکارت پس رو بر میداره و میگه کوژیتو سام میاندیشم هستم. این تحریف هایدگر از دکارت مبتنی بر یک نگریشیه که در مقدمه اشاراتی هایدگر داشت به این معنا که آنچه که دکارت در کوژیتو مد نظر داره و قوام بخش کوژیتو هست خود سامه. لذا باید اون لفظی که فاصله میندازه بین این دو و یک صورت استنتاجی میده، یعنی پس، باید حذف بشه. کوژیتو سام میاندیشم هستم، یعنی هستن مستقل. نه، تو کوژیتو سام هستن و هست بودن سام همون کوژیتو می شود. یعنی کوژیتو خود هست بودن رو قوام میده و اگر این موجود هست به واسطه فقط کوژیتو نیستش بلکه خود کوژیتو هستش، یعنی اون فاصله رو بر می داره. اما تأکید میکنه که این اگو، این من اندیشنده در یک چارچوب‌های معینی محدود میشه توی سنت سوبژکتیویستی دکارت. برعکس سام یعنی هستم، این هست بودن کاملا بدون شرح و بدون هیچ بحثی فراموش میشه. اون چی که در سنت دکارتی ادامه پیدا میکنه کوژیتو است، نه سام. میاندیشم هستم، این هست بودن چه میشود؟ فراموش میشه و این اندیشیدگی و نحو در واقع اندیشمند بودن این موجود برجسته میشه. هرچند که از حیث نخستینی بودن همپایه کوژیتو شمرده شده باشد، یعنی گرچه کوژیتو سام اندیشه هست بودن همپایه کوژیتو یک این همانی ایجاد میشه. تحلیل ما پرسش انتولوژیکی هستی سام را مطرح می‌کند. یعنی در حقیقت دیگر میگه تحلیل ما، تحلیل دازاین، تحلیل اگزیستانسیال دازاین معطوف میشه به همون سامی که مورد غفلت قرار میگیره. تنها پس از تعین آن است که نوع هستی کوژیتاسیون اندیشه ها دریافتنی خواهد شد. یعنی ما در تحلیل این سام و هستی هست که میتوانیم به یک فهمی از خود اندیشه هم برسیم. یعنی اندیشیدن میبایست در ذیل سام فهمیده شود، نه برعکس بنابر سنت دکارتی. موجودیت اندیشه رو اینجا مستقل از هستی اندیشه باید در ذیل هستی تحلیل بشود. آره. در این حال چون بحث قبلا فلسفه ذهن بود، دیگه در رساله سمینارهای زولیکونش که داشت برای روان درمان ها صحبت میکرد، یه تعریفی از آگاهی میده. میگه آگاهی ایستادن در روشنگاه وجود است. آگاهی نه یک کنش بیولوژیک، نه یک کنش سوبژکتیو و نه یک فعالیت فرعی دازاین،
بلکه ایستادن در روشنگاه وجود است. این جمله خب خیلی شرح و بسط داره که خودش تو اون سخنرانی‌ها همون رو توضیح میده که به چه معنایی، اما از همین عبارات هم خیلی لایت میشه این اندیشه رو دنبالش رو گرفت. یکی از نخستین وظایف ما اثبات این مطلب است که با فرض یک من و سوژه یک من و سوژه بدون داده شده به عنوان نقطه آغاز در اون مایه پدیداری دازاین را از بنیان از دست می‌دهیم. یعنی وقتی که دکارت یک سوژه رو، یک من اندیشنده رو نقطه عزیمت قرار میده، ما اینجا اون در اون مایه پدیداری دازاین که میتواند برای ما مفهوم هستی رو آشکار کنه رو در اون نقطه از دست میدیم. هر ایده ای از سوژه اگر قبلا به وسیله تعین انتولوژیکی بنیادینی روشن شده باشد، صرف نظر از شور و حرارتی که شخص از حیث اونتیکی در مخالفت با جوهر نفسانی یا شیئی سازی آگاهی از خود نشان دهد، از حیث اونتولوژیکی کماکان در فرض یک سابجکتوم یا هیپوکایمون به تعبیر یونانی به عنوان نقطه شروع صحیح است. میگه گرچه این نقطه عزیمتی که توسط سوژه معین میشه به حیث اونتیکی، یعنی به حیث موجود انگارانه، یک شور و حرارتی رو ایجاد میکنه، چون در مخالفت با جوهر نفسانی یا شیئی سازی آگاهی قرار میگیره، اما از حیث انتولوژیکی و هستی شناختی کماکان چیه؟ در اون غفلت سهیمه. در دکارت چه اتفاقی میفته؟ همون جوری که قبلا بحث شد، دو جوهر از همدیگه تفکیک میشه و دکارت قادر به تبیین نسبت این دو هم نیست. اون ذهن و بدن به مثابه دو جوهر مفارق از هم انگاشته میشه و این ارتباط این دو جوهر قابل تبیین نیست در فلسفه دکارت، گرچه این انفکاک و این افتراق حامل یک نوع جداسازی مفهوم آگاهی هم هست. یعنی در سنت دکارتی آگاهی به هیچ وجه یک امر فیزیکال تفسیر نمیشه و آگاهی به مثابه یک امر ابژکتیو تلقی نمیشه. این اتفاقی که بعداً در سنت‌های آمپریستی میفته، بعدها حالا توی فلسفه ذهنم که وقتی دنبال میکنیم آگاهی تقلیل پیدا میکنه به یک سری کنش‌های کاملا فیزیکالیستی. زیرا قبلا باید خاستگاه اونتولوژیکی خود شیعیت روشن شود تا سپس بتوان پرسید که به طور مثبت از هستی شیء ناشده سوژه، نفس، آگاهی، روح، شخص چه میفهمیم؟ ما وقتی که بعداً با سنت شیء انگارانه مواجه میشیم که آگاهی به مثابه یک امر فیزیکالیستی تفسیر میشه، اونجا هم این پرسش دهن باز میکنه که شیعیت، فرض میگیریم که اوکی آگاهی یک فرایند فیزیکالیستیه، اما شیعیت این شیء چیه؟ یعنی پرسش از شیعیت باقی میمونه. به زبان ساده تر بگم، شما اگر عقل رو به مثابه ابزار تلقی کنیم، عقل ابزاری، خب اما حتی اگر این رو بپذیریم، اما پرسش از ابزاریت ابزار سر جاش میمونه. ابزار برای خودش چی هستن؟ ابزار در چیستی ابزار ما میتوانیم همچنان تأمل کنیم، بپرسیم که چه ابزار بودگی خود را از کجا میارن؟
درسته آگاهی رو تقلیل میدیم یا تفسیر میکنیم یا تعبیر میکنیم به ابزار یا عقل رو، اما ابزار چیه؟ آگاهی رو تعبیر میکنیم به شی، به فیزیک، اما شیعیت خودش چیه؟ یکی از در واقع فانکشن های شی تلقی میشه در تفسیر فیزیکالیستی، ولی میگه شیعیت خودش چیه که ما این رو داریم تقلیل میدیم به کار یکی از فانکشن های این مغز، این فیزیک. شیعیت پرسش باقی میمونه. نه شی، نه شیعیت. شیعیت هم در اون چیزی که هم میشه اون شی دیگه. نه دیگه به این سادگی نیست. شیعیت در واقع چیزی رو بیان نمیکنه. آره شی، آره شما میگید مغز شیعه، اوکی، اما شیعیت چیه؟ این مغز شیعه، شیعیتش چیه؟ یعنی شیعیت اشاره به چیستی ماهیت اون شی داره. یعنی شما میگید ابزار، اوکی، مثلا میگیم این وسیله ابزاره، ابزار ضبط صداست، اما مفهوم خود ابزار بودگی چیه؟ ما این مفهوم رو از کجا کشف میکنیم؟ ابزار به مثابه، یعنی شی به مثابه ابزار از کجا کشف میشه؟ چون ابزار میتواند کارکردهای متفاوتی داشته. من با بیل میتوانم آدم بکشم، میتوانم یکی رو خاموش کنم آتش گرفته، میتونم خاک بردارم، یک خاک بریزم. ابزاریت ابزار از کجا میاد؟ یعنی انسان در مواجهه با ابزار چگونه به ادراکی از ابزار میرسه؟ آیا انسان هستش که ابزار بودگی رو معین میکنه، یا نه ابزار حامل این معنا هست که خودش رو به مثابه ابزار تعیین میکنه، اعطا میکنه به تعبیر دیگه؟ این ابزار یک شأن مثلا شی در نظر میگیری ابزار، چون ابزار یعنی شی. من میفهمم میگه ابزار یک مفهومه، ابزار یه شیه. نه این یه ابزاره. آره وسیله شی. آره. ولی وقتی اسمشو میذاریم ابزار، یک مفهومی بهش میدیم. آره. میتونه بیل باشه، میتونه اون باشه، میتونه صندلی باشه، هر چیزی باشه. اون میشه مفهوم دیگه. اون دیگه خود شی نیست، یعنی این چیزی که به همه اینا اطلاق. مثلا اینه که این مفهوم برآیند اعطای خود این شی به منه، یا اینکه برآیند ساختن من سوژه است. سوال اینه. برای همین پرسش از شیعیت هنوز طرح نشده در تعبیرهای دیگه، و میخواهد در حقیقت پرسش از شیعیت شی رو پیش از خود اون شی طرح کنه برای ما. اینجا اهمیت داره میده به بذارید با خود اصطلاحاتش بریم که خیلی گمراه نشیم، چون این کتاب که کلا گمراه کننده هست. همین عناوین، کدوم عناوین؟ نفس، آگاهی، روح، شخص، همین عناوین ناظر بر حیطه‌های پدیده‌ای معین و تشخص پذیری هستند، اما کاربرد آنها همیشه با بی‌نیازی چشمگیری نسبت به پرسش از هستی هستنده هایی که با این نام ها مشخص می شود همراه است. از این رو پرهیز ما از استفاده از این عناوین، همچنان که از اصطلاحاتی نظیر حیات و انسان برای نشان دادن موجودی که خود ماییم، ناشی از هیچ گونه خودپسندی اصطلاح شناختی نیست. میگه چرا من از همه این اصطلاحات دارم پرهیز میکنم؟ تو مقدمه هم اگه خاطرتون باشه گفت چرا دازاین؟ چرا روح نه؟ چرا نفس نه؟ چرا آگاهی نه؟ چرا فضا نه؟ چرا حتی زمان نه؟ چرا انسان نه؟ چرا دازاین؟ چرا حیات و زندگی نه؟ چرا برای چی نه؟ برای اون پرسش از وجود دیگه. یعنی قرار بود پرسش از وجود به طور انضمامی از رهگذر یک موجود دنبال بشه. خب چرا از رهگذر نفس نه؟ چرا از رهگذر آگاهی نه؟ چرا از رهگذر روح نه؟ و این زندگی نه؟ اصطلاحات خیلی مستعمل در دستش. آره، برای اینکه همه اینها تاریخ دارن. گفتم پیش از شروع کلاس گفتم که خیلی ها در صدد این هستن که وجود هایدگری رو با خدا یکی بگیرند، ولی هایدگر به شدت مقاومت میکنه.
کارکنان تاریخی. آره، برای اینکه چرا خیلی ما همواره تو همین مطالعه همین کتابم میریم به این سمت که دیزاین رو دقیقاً انسان بدونیم، ولی هایدگر کلمه انسان رو به کار نمیبره، چون انسان تاریخ داره، خدا تاریخ داره و برای همین میخواد که از اونها فاصله بگیره و از اون تاریخ نه تنها فاصله بگیره، بلکه میخواد در یک حرکت هرمنوتیکی بر همه اون تاریخ ها هم فائق بیاد دیگه. سودای بلندش اینه دیگه. تاریخ دیزاین در دیستراکشنی که انجام میده آشکار میشه از خودش شروع. آره، یعنی در اون دیزاین به معنای هیستوری که این مفاهیم دارن پیدا نیست. حالا بعد تو ادامه همین امروز شاید برسیم، تو گشیشته به ما نشون میده، نه تو هیستوری، که حالا بعد گشیشته به چه معنایه. الان دیزاین رو به حالت صفت اشاره هست، زمین اشاره هست، چیزی آنجاست. آره، حالا ترجمهش که حالا وجود آنجایی اینجایی. آره، ترجمه می‌کنم از دیزاین در ایستادگی فراپیش عدم و این بود که اینجوری ترجمه کرده بود که دیزاین در واقع اون نیرویه که ما میریم به سمت نیست شدن، دیزاین اون نیرویه که ما رو قول میده به عقب و به هستی برمیگرده. ببینید، خب جلسات اول مفصل درباره کلمه دیزاین توضیح دادم. باید متعهد باشیم به لفظ آلمانی خود زبان هایدگر. برای این کلمه در سنت فلسفی سابقه داره، یعنی واژه مجعول هایدگر نیست. اما در هایدگر خیلی تاکید روی اون اتیمولوژی کلمه هست. دیزاین، دا که به معنای اینجا آنجاییه مثل هناکه عربی و زاین هم که به معنای وجوده، بیشتر اشاره به امکانها داره، پاسیبیلیتی این موجود، امکانهایی که میتواند از غارنشینی تا برج نشینی بره، امکانهایی که میتواند از یک زیست حیوانی تا یک زیست خیلی متعالی بره. بیشتر به این امکانها اشاره داره. نه، به نظر من اون ترجمه من اندیه، من درآوردیه. در مفهوم حالا توصیف پدیدار شناختی دیزاین میتواند اون معنا جا بگیره که هست، اما نه، در ترجمه نباید اینجوری ترجمه کرد. مثلا میشه اینجا رو آنجا رو همون بی‌نهایت امکان در نظر، امکان هست دیگه، پاسیبیلیتی. آره، بی‌نهایت و منفی بی‌نهایت امکان، همه امکان ها. آره، اولین امکان حذف شدگیه دیگه، اینجوری که حالا به جای نیست بودن حذف شدن. این هم در حقیقت یکی از امکان هاست، اما ایستادن در این چی است؟ ایستادن چی؟ در ایستادگی فراپیش عدم. بدون به لحاظ ساختار فارسیش هم کلمه نامفهومه. زبان ترجمه بالاخره باید یه در زبان مقصد هم در ایستادگی، نه، شاید ایستادگی در فراپیش عدم باشه. نه درم داشت، اولش بود داره موضوعی که درست کرده مشتق از معنیش چیه؟ اون ترجمه نکنیم، دیزاین رو خود دیزاین بفهمیم بهتره. پس لذا انتخاب دیزاین اصلا یه امر سلیقه‌ای نیست، اینکه آدم‌ها بخوان یه چیزی از خودشون جعل کنن و ذوق کنن نسبت به اون جعل خودشون. هیچ گونه خودپسندی اصطلاح شناختی وجود نداره تو این بحث. اما از سوی دیگر در گرایش هر فلسفه حیات جدی و علمی، البته اصطلاح فلسفه حیات گویای چیزی بیش از آنچه گیاهشناسی نباتات میرساند نیست. اگر به درستی فهمیده شود، گرایشی ضمنی به فهم هستی دیزاین نهفته است. این جای دیگه اشاره‌ای داره به فلسفه دیلتای، فلسفه زندگی، فلسفه حیات.
میگه در اصطلاح فلسفه حیات دیلتای یک گرایش های ضمنی به دازاین وجود داره، اما بلافاصله داخل جمله معترضش میگه خود عنوان فلسفه حیات هیچ دست کمی از شاخه‌های زیست شناختی یا بیولوژیک نداره. آره. اما چیزی که در این فلسفه جلب توجه می‌کند و نقص اساسی آن را تشکیل می‌دهد این است که خود حیات به مثابه نوعی از هستی به نحو انتولوژیکی به مسئله تبدیل نمی‌شود. یعنی در فلسفه دیلتای بحث درباره زندگی و فلسفه زندگی شکل می‌گیره، اما اینکه زندگی و حیات که خود نوعی از هستیه، نه هستی، نه وجود، بلکه یک شکلی از هستی هست، مورد توجه قرار نمیگیره. وجود دوباره قفلت میشه. آره، یعنی باز هم زندگی یکی از انواع ظهورات وجوده. چرا؟ برای اینکه در مرگ هم ما یک ظهور دیگری داریم. در غیر زندگی. آره. تحقیقات دیلتای با پرسش دائمی از زندگی برانگیخته شدند. او می‌کوشید زیسته‌های این زندگی را موافق با همبستگی‌های ساختی و تکوینیشان بر پایه کلیت خود این زندگی فهم کند. در فلسفه دیلتای برخلاف نگرش زیست شناختی که به زندگی ارائه میشد و میشه همچنان، قائل بود که زندگی مجموعه کنش‌ها و واکنش‌های بیولوژیک و زیست شناختی نیست، چیزی فراتر از این هاست در دیلتای، بلکه همه کنش‌های انسانی برسازنده زندگی است. یعنی شما اگر علم دارید، تکنولوژی دارید، دین دارید، اخلاق دارید، هنر دارید، سیاست دارید، اقتصاد دارید و اینا چیزی نیست جز کنش‌های انسانی. لذا زندگی دقیقاً می شود مطالعه انسان. همه این امور در ذیل انسان و کنش‌ها و رفتارهای انسان باید معنا بشه و مطالعه بشه. اصلا برساخته زندگی انسانه، برساخته کنش انسانیه. تکنولوژی چیزی نیست جز کنش انسانی، اخلاق چیزی نیست جز کنش انسانی و سایر علوم. این نظرگاه دیلتای خب یک عمقی نسبت به نظرگاه بیولوژیک و زیست شناختی داشت که کلا زندگی رو تقلیل میدادن به یک سری مناسبات سلولی و زیست شناختی. از این جهت هایدگر جدی میگیره دیلتای رو. البته جهت دیگری هم داره که به هر حال دیلتای در نگرشش به علوم انسانی خیلی اهتمام جدی به هرمنوتیک داشت و از این جهت هم مهمه برای هایدگر. ولی تو این بخش که بحث زندگیه میخواد بگه که آقا این زندگی که دیلتای هم خیلی براش مهم شده و این وجه رو داره، قادر نیست که از اون غفلت سوال بنیادین رها بشه، همچنان محکوم به اون غفلت و پرسش از وجود و هستی زندگی مطرح نیست. زندگی هم به مثابه یک موجود تلقی میشه، اما در کلیتش. امتیاز دیلتای نسبت به دیگران این بود که به کل توجه داشت، یعنی غرق در جزء نبود، به کل هم التفات داشت که زندگی برآیند کله. من یک بار نمیدونم توی جلسه چندم بود درباره جزء و کل اشاره به رساله ذات‌های ارسطو کردم که گفتم برای اولین بار ارسطو سوال میکنه درباره نسبت جزء و کل که خیلی سوال عمیقیه. گفتیم یعنی این سوال رو میپرسه کل مجموعه اجزاست یا نه؟
یک اتومبیل مجموعه فرمون و شاسی و بوق و لاستیک و اتاق و فلان فلان فقط، یا نه شما همه این قطعات رو اینجا بریزید مفهوم کلی اتومبیل حاصل میشه؟ نه. چه چیزی لازمه؟ یک نسبت‌های خاصی باید بین این اجزا برقرار بشه دیگه. فرمون شما به زیر شاسی بزنید، لاستیکا رو روی چیز بذارید که اتومبیل ساخته نمیشه. یعنی مفهوم اتومبیل مفهوم کلی اتومبیل ساخته نمیشه. چه چیزی لازمه؟ نسبت‌های خاص که ما میگیم چی؟ مونتاژ دیگه. یعنی مثلا این اجزا باید در یه نسبت‌های خاص قرار بگیرن. اما صرف نسبت‌های خاص هم کفایت میکنه که مفهوم اتومبیل ساخته بشه؟ یعنی اگه همین اجزا در نسبت‌های درست با هم دیگه مونتاژ بشه مفهوم اتومبیل حاصل میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما همین اتومبیل رو بردارید ببرید توی قبایل بدوی بذارید، برای اون انسان قبیله بدوی این شی به مثابه اتومبیل حاصل میشه؟ نه. نهایتاً یه اتاقکی که برن توش بشینن، این مفهوم پردازی دیگه براشون، شاید اصلا یه مفهوم دیگه، شاید اصلا خدا بشه براشون. الان تو این فیلم‌ها چیز میگن مثلا یه شی مدرن میره توی این قبایل چیز یا اونو میپرستنش اینا، یعنی اون مفهوم کلی حاصل نمیشه. پس برای شکلی مفهوم کلی علاوه بر اجزا، علاوه بر نسبت اجزا، یک جهانی، یک عالمی هم نیازه که درون اون عالم این کل معنادار میشه. کانسپت باید در کانتکست خودش قرار بگیره. اصلا اون کانتکست چیه؟ عالمه، مفهوم عالمه. عالم به معنی جهان. ورلد. کلاً هر اراده‌ای، مثلا اراده معطوف به قدرت، اراده معطوف به حیات، برای هایدگر کلاً خارج از موضوع، یعنی غفلت از وجوده. دقیقاً. هم دقیقاً. حالا دقیق‌تر هم به ما میگه اینجا. اهمیت فلسفی روانشناسی ملتزم به علوم روحی یا انسانی او را نباید در این جستجو کرد که دیگر به سوی عناصر یا اتم‌های روانشناختی سمت‌گیری نمی‌کند. روانشناسی در واقع که از فلسفه حیات دیلتای بیرون میاد، اهمیتش به این نیستش که تقلیل نمیده به اجزا و اتم‌ها. اهمیتش به این نیست. این مهمه البته در دیلتای که به اون تقلیل نمیده و کل رو در نظر داره، اما میگه اهمیتش به این نیست. و زندگی نفس را از سر هم کردن تکه‌های گوناگون نمی‌سازد. دیلتای این کارو نمی‌کنه. بلکه اهمیتش به سوی زندگی به مثابه یک کل و گشتالت ها معطوف می‌شود. اهمیت آن در این است که او در همه اینها قبل از هر چیز به سوی پرسش از زندگی رهسپار بوده است. در همین جاست که محدودیت‌های پرسمان و دستگاه مفاهیم او که باید بیان کننده این پرسمان باشند به شدیدترین وجه آشکار می شود. یعنی در نزد دیلتای یک سمتگیری پیشینی و آپریوری به سمت زندگی هستش. یعنی زندگی رو او به مثابه همون امر استعلایی و ترانسندنتالی که امکان اجزا و سایر جزئیات رو فراهم میکنه فرض کرده. برای دیلتای امر استعلایی چیه؟ زندگیه. دیلتای خیلی مدیون کانته، هم از جهت اصطلاح شناختی، هم از جهت ساختار فکری. دیلتای اینجا دیگه حالا به بحث هایدگر رفت نداره، ولی بد نیست بدونیم. دیلتای یه بحثی داره درباره مقولات زندگی. دقیقاً از مقولات فاهمه کانت الهام میگیره و این مقولات زندگی به مثابه اموری که امکان صورتبندی و معنا بخشی زندگی رو فراهم میکنه. هدف، ارزش و مقوله سومش الان خاطرم نیست، که این سه مقوله کلی که هر کدوم به
اجزای دیگری تقسیم میشن، اینها صورتبندی های زندگی رو معین. یعنی پس اون چی که برای دیلتای در تفکرش به مثابه یک امر پیشینی حضور داره زندگیه، نه وجود و نه اون پرسش مقفول تاریخ فلسفه. و میگه دقیقاً نقطه ضعف فلسفه دیلتای همینجاست، گرچه نقطه قوتش کشف کلیت بود. چون در تفکر هایدگر تفکر، معنای تفکر چیزی نیست جز دیدن کل در اجزا. یعنی همیشه کل رو بتونه کسی در جزء ببینه، این روش تفکره. خب از این جهت دیلتای فیلسوف مهمیه برای هایدگر، چون اینو کشف میکنه که کل رو نباید غافل بود. یعنی اگر شما میخواهید یک نظری درباره معنای زندگی بدید، پرسش از معنای زندگی، در نظر دیلتای باید کل زندگی رو ببینید. کل زندگی چیه؟ آیا کل زندگی فقط ببخشید خور و خواب و خشم و شهوته؟ دیلتای میگه نه. تجربه، این اصطلاح خود دیلتایه، ما در زندگی خشیت رو تجربه میکنیم، ما در زندگی زیبایی رو تجربه میکنیم، ما در زندگی امر دینی رو تجربه میکنیم، ما در زندگی خیلی امور غیر خور و خواب و خشم و شهوت هم تجربه میکنیم. اینا تجربه‌های زیسته است. میگه زندگی مجموعه اینهاست و نه فقط مجموعه اینها، بلکه مجموعه اینها در نسبت‌های دقیق با هم. آیا وقتی که شما دچار خشیت میشید، دچار خوف میشید، این اثری روی ساحات دیگه شما نمیذاره؟ قطعا میذاره. اگر شما یک امر زیبا رو تجربه میکنید، آیا این تأثیری روی ساحات دیگر نمیذاره؟ قطعا میذاره. پس زندگی مجموع این کله. قربون شما. زندگی مجموع این کله. دیلتای موفق به کشف این شده و در واقع فلسفه رو از چنگ این ریداکشن و تقلیل گرایی بیولوژیک رها میکنه، ولی همچنان در اون غفلت تاریخی باقی میمونه. در همین جاست که این محدودیت های تفکر دیلتای علاوه بر دیلتای و برگسون در میان همه جهتگیری های شخصگرایی، پرسونالیتیک، شخصگرایی و گرایش ها به سوی انسانشناسی فلسفی که متأثر از این دو فیلسوف بودن مشترکند. میگه این محدودیت هایی که دیلتای داره در تبیین فلسفیش فقط به خود دیلتای محدود نمیشه، به دیگران هم سرایت میکنه. این دیگران کیا هستن؟ به طور مشخص اینجا اشاره به هوسل و ماکس شیلر میکنه. ماکس شیلر یه پدیدارشناس آلمانیه که یه رساله خیلی مهمی هم داره درباره انسان، فکر کنم ترجمه شده اگه اشتباه نکنم، وضعیت انسان در کیهان. آره آفرین، ترجمه شده برای نشر پرسش هم هست. آره آقای رنجبر چیز کرده، منتشر کرده. سعی میکنه در یک تفسیری از انسان، ماکس شیلر یک تفسیری از انسان بده که انسان رو در کل ببینه. کل چیه؟ همون کیهانه. ما این نگرش رو در علوم قدیمه خودمون داشتیم. انسان به مثابه یک جزئی از کله. ابن سینا فیلسوف پزشکه، وقتی میخواست که یک مریضی رو معالجه کنه، به وقت، به زمان، به موقعیت اجرام سماوی دقت میکرد که الان در این وضعیت و در این موقعیت این مریض چه وضعیتی داره. این ویژگی همه علوم قدیمه بود. در همه علوم قدیمه ما این رو می‌دید، حتی در پزشکی ابن سینا این وجود داشت. این با انسان معلق در فضاش فرق کنه. آره در همین انسان معمولی، انسان واقعی باید در اون کل دیده بشه. یعنی اگر کسی میومد پیش یک حکیم باستان، مریض بود، نمیدونم کلیه درد داشت، کلیه بررسی نمیشد به صرف کلیه،
بلکه میدید که این انسان الان با این وضعیت بیولوژیکش در اون کل چه وضعیتی داره، در اون لحظه‌ای که قراره که دارو به این مریض داده بشه نسبت این جزء با اون اجرام سماوی و اون وضعیت کیهانی چیه. خب این یه بحثی بود که با در علوم قدیمه داشتیم. ماکس چلر به عنوان پدیدارشناس یک رساله‌ای داره، به این معنا نیست که فقط در قدیم بوده، بلکه داره سعی میکنه تصویری از انسان به ما بده که شخصیت و کاراکتر انسان درون کل کیهان شناختی دیده بشه و کار خیلی به نظر منم دشواری، یکی از رساله‌های سخته. بکسون هم همینه دیگه. کی؟ بکسون هم همینه. نه این کار پدیدارشناسیه، بکسون اصلا پدیدارشناس نیست، گرچه به فلسفه حیوی یا حیات باور داره. کیهان رو خواستم. نه چرا میگه این روی کرد هم گرچه پدیدارشناسانه هست اما باز عقیمه؟ چرا؟ برای اینکه در ساحت پرسش از هستی دازاین وارد نمی شود، که اتفاقا این نحوه پدیدارشناسی هوسل و ماکس شلر خیلی رادیکال و شفاف هم است، اما چون از پرسش بنیادین باز غافله، باز محکومه به همون محدودیت هاست. این محدودیت ها خیلی مهم معناشا. ببینید از نظر هایدگر تمام علوم جدید محدودن به این معنا که این علوم محدودن نه اینکه گستره فربه شدن ندارن، از این جهت که حوزه موضوع پژوهششون محدوده، موضوع پژوهششون موجوده و نمیتونه این موجود رو در یک گستره وسیع‌تر به نام وجود ببینه. لذا محدودیت در ادبیات هایدگر باید به همین معنا. الا کیه که این کار کنه که علوم جدید و علوم تکنولوژی همواره داره میره جلو، هی داره میره جلو، انگار که هیچ تقریبا 18 جلسه ما رو بردی عقب. این اصطلاحی که هایدگر به کار میبره تحت عنوان افتراق وجود شناختی و بین وجود و موجود تفاوت میگذاره و اصرار داره که این تفاوت باید برجسته بشه. خب خیلی تقریبا 2-3 جلسه بحثش رو کردیم، من خیلی خلاصه عرض میکنم. میگه که ما وقتی که ببینید اولا ببینید اینو توجه داشته، هایدگر تو فیلسوف زبانه، در ساحت زبان داره بحث میکنه. میگه ما در زبان با مفهوم زاین در زبان آلمانی مواجه میشیم، عینیا در زبان یونانی، مثلا وجود در زبان عربی، هستی در زبان فارسی. میگه در تمام این زبانها مؤکداً واژه وجود از واژه موجود متفاوته. این اولا. این تفاوت زبان شناختی حامل یک سری تفاوت‌های انتولوژیکی هم هست. به چه معنا؟ شما هرگز نمیتوانید درباره موجود مفهوم زمانمندی رو چیکار کنید؟ استنباط کنید. به چه معنا؟ شما میگویید که مثلا لیوان موجود است و میتوانید فرض کنید که زمانی بوده که لیوان موجود نبود و زمانی هم در آینده لیوان موجود نباشد. اما درباره وجود میتوانید، زبان میتواند بگوید که زمانی وجود داشت که وجود در آن وجود نداشت، مهمله، و زمانی هم در آینده وجود خواهد داشت که وجود در آن وجود نخواهد داشت، باز این هم مهمله. پس اینجا باز تفاوت وجود و موجود برجسته میشه. یک بحثی درباره یکی انگاشتن وجود و موجود داره حالا دیگه، که میگه این یکی انگاشتن ما رو از خود موجود هم حتی غافل میکنه. یعنی ما اگر وجود و موجود رو یکی بگیریم حقیقتا نمیتونیم به موجود هم بپردازیم. ما از اون جهت به لیوان میپردازیم،
و اون رو متمایز میدونیم از مثلا سنگ، دیو، خدا، جن، پری، این موجودات رو از اون جهت میتونیم متمایز کنیم که گویی همه این موجودات از اون جهت که یک امر استعلایی نه متعالی، استعلایی هست که این امکان رو فراهم میکنه ما اینها رو تمیز بدیم. اون امر استعلایی که امکان تمیز موجودات رو فراهم میکنه خود وجوده. یعنی من اگر میتوانم لیوان رو از میز متمایز کنم، میز رو از موجود دیگری متمایز کنم، یک امر استعلایی به نام وجوده و این تأکید بر تمایز بین وجود و موجود به ما این امکان رو فراهم میکنه که پس بتوانیم پرسش از وجود رو هم دنبال کنیم. خب من دارم فشرده تقریبا 3-4 جلسه رو میگم، ولی خب اگر به اون فایلای جلسه اول، دوم، سوم، اون 3 فایل اگه رجوع کنید اونجا خیلی مفصل با توجه به خود متن ایده‌ای که خب برای پایبند به متن هست توضیح دادم. آیا وجود داره؟ سوال مهمل از نظر ایده‌ای. بله من که اینجا در مقام معلم درس کتاب ایده‌گرم. بله نه این چی وجود داره نداره؟ مهمله این سوال، از نظر منم مهمله. خب یعنی اصلا پاسخی نداره. میخوام بگم که این سوال وقتی که میگید بس وجود، خود نمیتونیم بگیم وجود داره. میگه مهمله دیگه، اصلا این جمله هم مهمله. محمول بر نمیداره. همین. هر دیگه میگه مهمله. موجود وجود دارد. احسن. آیا میشه که موجودی نباشه و وجودی باشه؟ موجودی نباشه و وجودی باشه؟ وجودی یا وجود؟ وجود. یعنی میخوام بگم این واژه وجود آیا به موجود مگه حمله میشه؟ مگه نه، وجود اصلا حمله نمیشه. اصلا وجود به شما مثلا شما میرید مغازه پشت شیشه نوشته بستنی وجود است، میگه بستنی وجود دارد یا موجود است. یعنی از وجود به تعبیر حکمای ما چیکار میکنن؟ اشتقاقی ایجاد میکنن. آره. بستنی اصلا نباشه تو مغازه اصلا چیزی اونجا نوشته نمیشه. میگن بستنی وجود ندارد یا موجود نیست. یا اصلا از وجود حرف نمیزنن. بستنی موجوده. آره. این شما دائما با یه موجود سر کار دارید. آره. منظورش رو بیشتر اهمیت پرسش. آیا پرسش اصلا اهمیت داره؟ نه، من میگم که ما تا زمانی ما در واقع چرا همین مفهوم وجود رو که داریم الان راجعش بحث می‌کنیم رو خب یه زمانی رو فهمیدیمش دیگه، با عقل خودمون انتزاعش کردیم. ما موجودات رو مشاهده کردیم، از مشاهده و تجربه موجودات مختلف این مفهوم رو انتزاع عقلی کردیم که پس یک چیزی به نام وجود در واقع یک مفهوم به نام وجود رو برساختیم. خود این یک مفهومی است که به هر کدوم از اینا تعلق می‌گیره. خودش که وجود نداره، یعنی خودش چیزی نیست که بگیم وجود هم وجود. به قول شما این سوال اصلا موجود، ولی میخوام بگم این یک مفهومه و این مفهوم به موجود تعلق میگیره. چون موجود وجود داره، چون موجود نمیتونه وجود نداشته باشه، بنابراین وجود هم داره. اینی که این تفاوت این دو تا رو به این شکل به اینقدر بخوایم به این شکل اینقدر بزرگش بکنیم یه ذره من سخته. عجیبه. نه این ممکنه باشه به نظر من چیزه. یعنی می‌دونید بعد این که در واقع نتیجه شما میگید که این امر استعلایی هست که خودش وجوده. ببینید این اونجا در واقع خودش هم وجود دیگه. ببینید خب میگید یک امر استعلایی یا وجود هست که ما میتونیم موجودات رو از هم تفکیک کنیم. من اینو نمیفهمم چون الان ما داریم بحث کردیم که وجود یک مفهومه که از نه ما بحث نکردیم، بس شما حالا بحث من دارم میگم. دیگه بسیار مفهوم در واقع مشاهدات ما یک مفهومی رو به نام وجود رو برای ما ایجاد کردتون رو عوض کنید. مثل میمونه که مثلا بگیم که حرکت وجود داره. حرکت که وجود نداره، حرکت یک انتزاع ما هست از جابجایی اجسام دیگه. نمیتونیم بگیم حرکت داره. خب پس بنابراین این که بگیم حرکت از ماشین جدا هست، جسمی که حرکت میکنه جدا هست، اون یه مفهومه، چیزی نیست که وجود خارجی که نداره، که در وجود ذهنی داره. در واقع یک وجود ذهنی داره. حالا خود وجود هم در واقع چی وجود ذهنی داره؟ وجود ذهنی داره؟ همون مفهوم وجود.
مفهوم وجود یه مفهومه. حالا وجود ذهنی اگر بخوام بگیم وجود ذهنی تعریفتون مطابق بشه به جای خودش. در عین همه تفاوت‌ها در شیوه پرسش و پیشبرد تحقیق و سمتگیری جهان نگرانه، تفسیرهای هوسل و شلر از شخصیت در وجه سلبی شریکند. آنها پرسش از شخص بودن، هستی شخص را دیگر مطرح نمی‌کنند. ما تفسیر شلر را به عنوان مثال برمی‌گزینیم، نه فقط به این دلیل که متن چاپ شده آن در دسترس است، بلکه به این دلیل که شلر آشکارا بر شخص بودن از حیث شخص بودن تاکید می‌کند و می‌کوشد خصلت‌های آن را از طریق مرزبندی هستی ویژه کنش‌های شخص در تقابل با هر امر روانی تعیین کند. جمله شلر رو بخونیم، توضیحش اینه. به نظر شلر شخص هرگز نباید به عنوان یک شی یا یک ابژه یا یک جوهر اندیشیده یا یک جوهر اندیشیده شود، بلکه از نظر شلر شخص چیه؟ بیشتر وحدت بیواسطه همزیسته تجربه زیسته است، نه شیء صرفا اندیشیده شده در پشت و بیرون زیسته بیواسطه. یعنی مفهوم شخصیت، شخص، تأمل کنیم که در مفهوم شخص چیه، شخصیت چیه؟ بیواسطه همزیسته تجربه زیسته، بیشتر وحدت بیواسطه همزیسته تجربه زیسته. توضیح میدم منظور شلر چیه. آره. ببینید درباره شخصیت هم در همین علوم روانشناختی یا زیست شناختی نقطه نظراتی وجود داره که شخصیت چیه. ما از وقتی کلمه کاراکتر یا شخصیت صحبت میکنیم دقیقاً به چی نظر داریم؟ آیا فقط به همون وضعیت بیولوژیکی انسان نظر داریم که به طور مشخص در مفهوم شخصیت این وجود نداره؟ وقتی ما میگیم فلانی یک شخصیت مثلا آرامی داره، اون یکی شخصیت نمیدونم علمی داره، اون یکی شخصیت خیلی دلالی داره، اینجا نظر به اون وضعیت بیولوژیک نداریم. چه چیزی در شخصیت وجود داره؟ خب در روانشناسی خیلی میل به رفتارگرایی وجود داره دیگه، یعنی شخصیت رو تقلیل میدن به رفتارهای انسان. در ماکس شلر مخالف اینه، میگه شخصیت رو نباید تقلیل بدیم به رفتارها. چرا؟ مثلا اگر همون آدمی که برفرض یک رفتار خاصی داره، مثلا استادیه که خیلی خیلی شیک و جنتلمن رفتار میکنه، آیا این آدم تماما در همین رفتارها تعیین میشه؟ نمیشه. این آدم ساحات دیگری نداره، نمیتونه چیزهای دیگری از خودش بروز بده، حتی رفتارهای دیگری از خودش بروز بده. میتونه. چرا نمیتونه؟ اون چیزی که ما از شخصیت در واقع یاد میکنیم از نظر شلر در حقیقت باید در اون تناسب و همبستگی اموریه که در تجربه زیسته انسان رخ میده، نه فقط خود تجربه زیسته به مثابه اجزا، بلکه همبستگی تجربه زیسته هستش. یعنی شما به مثابه یک انسان میرید در یک کشوری مثلا مثل هند زندگی میکنید، تجربه زیسته ای دارید، بعد برمیگردید تو ایران دوباره تجربه زیسته ای دارید، میرید اروپا اونجا تجربه زیسته ای دارید، با آدم‌های مختلف تجربه‌های زیسته متفاوتی دارید. تجربه زیسته‌ای که شما با همسرتون دارید احیانا شاید خیلی متفاوت با تجربه زیسته شما در یک جای دیگری با یک زن دیگری باشه. تجربه زیسته شما با همسرتون با تجربه زیسته کسی دیگر با همسرش فرق میکنه. فراتر از رفتار. میخواد بگه رفتار هم جزءه. رفتار هم جزء، نباید تقلیل بدیم به رفتار. بسیاری از امور دیگر درون شخصیت پیدا میشه که در رفتار
خودش رو نشون نمیده، در رفتار نیست. ارسی هم میتونه باشه چی؟ شخصیت؟ اصلا در رفتارها منشه ارسی داشته باشه، محیطی داشته باشه، ژنتیک باشه. انسان شخصیت تقلیل به اون پیدا نمیکنه. شخصیت چیزی است فراتر از رفتارها، انگاره ها، آموزه ها، پیش فهم ها، پیش داشت ها. اینها مفاهیمی که دیگه بعداً استفاده میکنه. پیش نگرش ها. آقای تار چیه آقای زیبایی؟ تار سازه. میگه خشک چوبی، خشک سیمی، خشک پوست. از کجا می آید این آقای دوست؟ تار خشک چوبی بیش نیست، خشک سیمی بیش نیست، خشک چوبی هم بیش نیست. اون آره اونی که حالا مثلا مولانا میگه از کجا می آید این آقای، اون از کجا میاد؟ همبستگی بین از خود این سه چیز، پوست و چوب و سیم میاد. از دستی که پنجه‌ای که بر این تار که مقراض داره، حالا تنبور، از پنجه‌ای که بر این سیم زده میشه. شخصیت این از کجا میاد؟ همشون دخیلن، همه اینا دخیلن، اما فقط برآیند همه ایناست. از همون ماشین هست میکنه یه چیزی جدا اینا هست. حتی همین ساز رو شما میزنی یه صدا میده، او میزنه یه صدا میده، او یک شخصیتی میده، شما یه شخصیتی. ما تو دوتار، مثلا دوتار حاج قربان یه چیزه، دوتار سرور احمدی یه چیزه، هر دو هم یه مقام میزنن، هر دو هم مقام مثلا سبزپری رو میزنن، ولی سبزپری که حاج قربان میزنه با سبزپری که مثلا سرور میزنه اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. شخصیت از کجا میاد؟ حتی خود فرد، حتی خود فرد، شنونده است. شنونده میبینید هی داره اضافه میشه. در واقع داره بیان هراکلیتوس رو داره دوباره میگه که هستی هر لحظه داره متولد میشه. درسته؟ ماکس شیلر؟ نه، این هایدگر میگه به هستی هست. نه، اونجا میگه که شما هستی میهستاند. بله. اینو بعداً میگه. این ولی ماکس شیلر اینو نمیگه. ماکس شیلر به یه چیزی توجه پیدا کرد، برای همین مهمه برای هایدگر. ماکس شیلر یکی از پیداشناسای مهمه. تو همون سنت روانشناسی رو بخونیم که البته جمله ماکس شیلر نیست. شخص هیچگاه هستی شیگونه و جوهری نیست. همچنین هستی شخص را نمیتوان در این امر مستحیل کرد که سوژه اعمال عقلی موافق با بعضی قوانین باشد. یعنی شخصیت رو هم نمیتونیم حتی به قوانین عقلی تقلیل بدیم و بگیم شخص همون قوانین، در واقع رفتارهای عقلانیه که از قوانین پیشینی تبعیت میکنه. نه، حتی این هم نیستش. شخص نه شیء است، نه جوهر است و نه ابژه. بدین وسیله بر نظر هوسل آنگاه که او برای وحدت شخص تقویمی ماهیتاً متفاوت از تقویم لازم برای اشیاء طبیعت را ضروری می‌شمارد تأکید می‌شود. شلر آنچه را درباره شخص میگوید برای اعمال نیز صورتبندی می‌کند. اما یک عمل نیز هرگز یک ابژه نیست، زیرا ماهیت هستی اعمال اقتضا می‌کند که فقط در خود انجام عمل زیست شوند و در تأمل داده شوند. اعمال چیزی غیر روانی اند. این جمله معروفیه. اعمال انسانی نباید تقلیل پیدا کنه به روان و یا اصلا روان سایکوی انسان تلقی بشه. چرا؟ برای اینکه اعمال همواره یک قصدیتی، یک اینتنشنالیتی در اعمال وجود داره. اعمال همواره جهت داره، اعمال همواره قصد داره، نیت داره. عمل نیت به معنای روانی نه، نیت به معنای دینی اینا نگیرید، یعنی جهت داره.
چی ترجمه میکنن؟ نه یه ترجمه نه به غیر از حیث التفاتی روی آورندگی، یعنی روی آوردن به چیزیه، به چیزی بیرون از خودش روی آورده. وقت من داره تموم میشه، من اینو سریع چیزش کنم، وقتم داره تموم میشه بعد صحبت کنیم. ماهیت شخص اقتضا میکند که فقط در انجام اعمال قصدی وجود داشته باشد و بنابراین ماهیتاً به هیچ وجه ابژه نیست. لذا اولا که پس شخصیت رو نباید به اعمال ابژکتیو تقلیل بدیم، اساساً خود اعمال ابژه نیستن چون یک روی آورندگی دارن. چون میدونید دیگه روی آورندگی ماهیتاً برای کی بود؟ برای سوژه بود. سوژه همواره روی آورنده بود، حیث التفاتی داشت، سوژه همیشه جهت میگرفت دیگه. می اندیشم، به چی می اندیشی؟ همواره اندیشه به چیزیه. این حیث التفاتی مال سوژه بود دیگه. ولی الان هوسل به ما نشون میده که اعمال هم همین وضعیت رو داره. یعنی هایدگر از این جهت خیلی مدیون هوسله که به وجه التفاتی اعمال هم توجه میکنه. عمل هم خودم اندیشم یه عمل دیگه. آره اونم یه معنای عمله. هر ابژه سازی روانی اعمال و بنابراین هر گونه تلقی اعمال به مثابه چیزی روانی مساوی با شخصیت زدایی است. یعنی شما اگر بخواید اعمال انسانی رو چیکار کنید؟ اینو تقلیل بدید به روان و یک فعالیت سایکولوژیک، در واقع شخصیت زدایی کردید و در واقع شخصیت رو محو کردید و چیزی به نام شخصیت وجود نداره. تو هم مثال تار برید. اگه واقعا مثلا شما اون چیزی که از این تار میشنوید رو بخواید برگردونید به نحوه دست، تکنیک، نمیدونم اون سیم، اون نمیدونم جنس پوست، جنس چوب، چی کار کردید؟ شخصیت رو شهید کردید، کلا شخصیتش رو از بین بردید و شخصیت زدایی کردید. خب من میخوام چون ملتزم به وقت باشم دیر شروع کردیم. آره باش یه 10 دقیقه دیگه. خب شخص در هر حال به عنوان انجام دهنده اعمال قصدی، اعمالی که جهت داره که به وسیله وحدت یک معنا متحد شده اند داده شده است. شخص، اون شخصیت به وسیله این اعمال روی آورنده یا قصدی به ما اعطا میشه. ما شخصیت رو تو اعطای همین اعمال قصدی پیدا میکنیم دیگه. وقتی که ساز زده میشه، دست روی سیم میاد، شخصیت به ما اعطا میشه، شخصیت ساز. انسان وقتی رفتار میکنه، اعمالی رو از خودش بروز میده، کنشهایی رو داره، فعل و ترک فعلش هم حتی، اینها همه در واقع شخصیت رو به ما اعطا میکنه. ولی نباید این شخصیت رو به این اعمال به طور در واقع منهای چیز تقلیل بدیم، به شکل ابژه ها. مثلا بگیم شخصیت این فعل و مجموع این فعل ها رو در نظر بگیریم. چیزی فراتر از این است. در واقع میخواد بگید هر موجودی که وقتی هست میشه شخصیتش رو نشون میده. حرف آخرش رو بزنم؟ حرف آخرش رو بزنم؟ میخواد بگه شخصیت چیزی نیست جز همون تعلق موجود به وجود. این حرف هایدگره. هایدگر اینو میخواد به ما بگه. میگه حالا تو این مسیر که حرف آخرشه، هر کدوم از این فیلسوفان یه جایی رسیدن. مثلا شلر به این رسید که کل، دیلتای به این رسید که کل رو باید ببینه، اما کل براش شد فقط زندگی. شلر به این رسید که شخصیت رو نباید تقلیل داد به اعمال یا ابژه ها. هوسل به این رسید که قصدیت رو باید در نظر گرفت. همه اینها باید ما رو به اینجا برسونه که شخصیت هم چیزی نیست جز اون نسبت و حظی که این موجود از وجود داره و برای همون اون نگرانی، حالا این رو بعدها بهش میپردازه که نگرانی که فقط دازاین از وجودش داره. من از کجا اومدم؟ من این چی آمدنم از کجا
از کجا آمدم برای چی بوده، برای چی اومدم، برای چی میرم فلان اینا. این فقط دازاین این کرمو داره، این پرسش رو می‌پرسه. سنگ این کرمو نداره، اون یکی موجود هست دیگه، تا آخرش هم هست. این دازاینه که همش دغدغه بودن داره. چی شکسپیر بودن یا نبودن، دازاینه که این پرسشو داره. برای در واقع دازاین مسئله برای کی این است؟ برای دازاینه. الا برای سنگ این مسئله نیست، برای لیوان این مسئله نیست. برای امکان استعلایی همون تار هم چیز دیگه. همون میشه ببریم مثلا رو هستی. ببرید شما به چجوری؟ امکانش رو از جای دیگه میگیره. نوایی که داره از موجش در جلسه بنابراین هستی روانی هیچ ربطی به شخص بودن ندارد. اعمال انجام می شوند و شخص انجام دهنده اعمال است، اما معنای انتولوژیکی انجام دادن چیست؟ خود انجام دادن چه معنای انتولوژیکی و هستی شناختی داره؟ چگونه باید نوع هستی شخص را به گونه‌ای که از حیث انتولوژیکی ایجابی باشد تعیین کرد؟ اما پرسش انتقادی نمیتواند در اینجا توقف کند. این پرسش باید با هستی کل انسان روبرو شود که عادتاً وحدت جسم نفس روح دانسته می شود. جسم نفس روح نیز به نوبه خود ممکن است حیطه‌های پدیداری را نامگذاری کنند که می توانند به عنوان موضوعهایی برای پژوهش‌های معین تفکیک شوند. یعنی اگر ما می خواهیم به در واقع حقیقت شخصیت، پرسش از شخصیت دیگه، شخصیت چیه؟ پرسونالیتی چیه؟ برسیم، حتی نباید این رو هم بیایم خیلی تئولوژیک بگیم وحدت بین روح و نفس و جسم تلقی کنیم. این میل در ما وجود داره دیگه. این سنت در تفلسف متافیزیک غربی هست، هم در فلسفه اسلامی هم در فلسفه اسکولاستیک، که شخصیت رو ترکیب و جمع جسم و نفس و روح دونستن. اما هایدگر میگه هر کدوم اینها، جسم، نفس، روح، یک حوزه ها و حیطه های محدودی رو نشون میده و حیطه هایی که به صرف چسبوندن اینها به شکل در واقع لایت چسبک به ما حقیقت شخصیت رو نشون نمیده. شخصیت میتونه اگر قائل به روح یا نفس اینها باشیم، میتونه اینها اجزایش باشن، اما فقط این نیست، چیز دیگریه. خیلی به سختی اون مثال عشق رو بزنید به نظرم بهتره. کدوم مثال؟ عشق خود چیز و عاشق شدن به. آره این رو حالا در رساله خاستگاه اثر هنری هایدگر یه بحثی درباره هنر داره و تفکیک قائل میشه بین هنر، هنرمند و اثر هنری، و این ایده رو مطرح میکنه که اثر هنری و هنرمند هر دو از چیز دیگری مشتق میشن که هنر باشه و هنر امکان استعلایی این دو هست و این دو از اون ارتزاق میشن. ما این سنت رو گفتم توی عرفان خودمون هم، مثلا احمد غزالی درباره عشق این رو بیان میکنه توی رساله سوانح، میگه عاشق و معشوق غیر از عشقند. عشق امکان استعلایی عاشق و معشوق رو فراهم میکنه. حالا عشق چیه در تعبیر هایدگر؟ هنر چیه؟ حالا تو اون رساله هایدگر مفصل درباره هنر حرف میزنه که خیلی رساله خوندنی هم است. اینجا باز داره همون چیز رو دنبال میکنه، همون روش رو که حقیقت شخصیت اینها نیستش، ترکیب اینها هم نیستش. اگر تازه قائل به روح باشیم. اینجا کسی هست به روح اعتقاد داشته باشه؟ اینجا همین امکان استعلایی همون وجود میشه. ها؟ امکان استعلایی اینجا همون وجوده. اینجا نمیگه. من آخرشو گفتم، لو دادم. عشق یکم توضیح بدید خیلی قشنگ‌تر. آول. یعنی بلش کنه میخواد بره سراغ عشق. نه خیلی قشنگ بود.
خیلی خوب بود واقعا. در حدود معینی عدم تعین انتولوژیکی آنها میتواند اهمیت چندانی نداشته باشد، اما در پرسش از وجود انسان نمیتوان آن را با جمع زدن انواع هستی مربوط به جسم، نفس و روح که هنوز هم نامتعین باقی ماندن محاسبه کرد. یعنی ما وجود انسان رو با اینا نمیتونیم به دست بیاریم. در سنت فلسفی همیشه این میل بوده دیگه، گفتن انسان نمیدونم جسم، انسان نفس، انسان روحه، انسان ترکیب جسم و نفس و روحه. میگه با اینا نمیشه. چرا؟ برای اینکه خود این مفاهیم مثلا نامتعین هنوز باقی موندن و حتی برای پیشبرد این گونه جستجوی انتولوژیکی نیز باید ایده ای از هستی کل را پیشفرض گرفت. اما چیزی که پرسش بنیادین از هستی دازاین را تحریف یا گمراه می‌کند، سمتیابی دائم از سوی انسانشناسی باستانی مسیحی است که نارسایی شالوده‌های انتولوژیکیش را هم شخصگرایی و هم فلسفه زندگی نادیده گرفتند. کدوم انسانشناسی‌ها؟ دو جمله از، یعنی در واقع یه جمله از فلسفه باستان میگه، یه جمله از انجیل میگه به ما. آره از این، نه از آگوستین اگه اشتباه نکنم. میگه این دوتا یکیه، درسته؟ انسان حیوان ناطق است، هایدگر به ما داره میگه این هیچ روشنایی به ما نمیده. ما پیش از این فکر میکردیم که انسان حیوان ناطق است، یک تعریف خیلی روشن و دقیقی از انسانه. میگه اصلا ابدا اینجوری نیست، اصلا روشنایی نمیده، هیچی به ما نمیگه، هیچی به ما نمیگه. دوم، جمله دوم رو از کی نقل میکنه؟ همون جمله در حقیقت سنت الهیاتی. سررشته راهنمای دیگر برای تعیین هستی و ماهیت انسان سررشته الهیاتی است. جملهش اینه: باشد که آدم را، و خدا گفت باشد که آدم را بر صورت خودمان و مانند خودمان خلق کنیم. ها؟ آخه نه، در تورات هم اومده، در فصل اول اسلام صفر پیدایش و سفر پیدایش هم صفر صفتش هم میگن، در تورات میگن، در سنت پیش از تور. آره به هر حال این در الهیات مسیحی اومده، یعنی پذیرفته شده است، در الهیات ما هم هست. انسان شناسی الهیات مسیحی بر پایه این متن و با افزودن تعریف عهد باستان، یعنی انسان حیوان ناطق، تعبیری از موجودی که انسان می‌نامیم فراهم می‌کند، یه تعبیر میده. اما همانطور که هستی خدا از حیث انتولوژیکی به وسیله انتولوژی باستان تفسیر می‌شود، هستی موجود متناهی، یعنی این موجود انسان، نیز به طریق اولا به همان وسیله تعبیر می‌شود. در سیر عصر جدید تعریف مسیحی الهیات زدایی می شود. یعنی تو عصر جدید از این تعریفی که از انسان میشه فقط چه اتفاقی میافته؟ الهیات زدایی میشه. مبنا همونه، فقط اون الهیاتش که بر صورت خدا آفریده شده برداشته میشه. سارت چی میگفت؟ سارت میگفت چی؟ انسان اون وجودیه که ماهیتش رو میسازه. کانت چی میگفت؟ کانت میگفت که انسان صورت میبخشه، واهب الصوره. یعنی همون بیس، همون تعریف باستانی و مسیحیه، اما دیگه الهیاتش و خداش حذف میشه. چی رو میخواد بگه؟ در نهایت میخواد بگه تمام این روند تعریفی که از انسان داده میشه هیچ روشنایی از حقیقت انسان به ما نمیده. اما ایده تعالی یا ترانسندنس، اصطلاح نه، ترانسندنس، ایده تعالی که طبق آن انسان موجودی است که به فراتر از خود میرسد، یعنی تو همون تعریف مسیحی در جزمیات مسیحی ریشه دارد که درباره آن مشکل میتوان گفت که هستی انسان را به مسئله انتولوژیکی تبدیل کرده باشد. یعنی شما در خود سنت کانتی و عصر جدید انسان به مثابه اون امر متعالی
تلقی میشه دیگه، واهب الصور، خودش ماهیت خودش رو میسازه. این تعریف که انسان رو به امر متعالی داره، میگه این سنت مسیحیه. کانت اگه بود بدنش میلرزید، الان داره تو قبر میلرزه. چه تفسیری هایدگر داره از کانت میده که این تعریف نمیتونه اون حقیقت انتولوژی، این انسان رو به مثابه یک موجود انتولوژیک برای ما نشون بده، به مثابه موجودی که هستیش دغدغشه نشون بده، به مثابه موجودی که نسبت خیلی خیلی خاصی با هستی داره نشون بده. میگه اینو نمیتونه. این ایده تعالی که طبق آن انسان چیزی بیش از موجودی عاقل است، تطورات گوناگون پذیرفته است. منشأ آنها را میتوان با نقل و قول‌های زیر نشان داد که این نقل و قول‌هایی که حالا ذکر میکنه نه لاتینه. اگر موافق باشید، چون یه مقدار هم بحث رو مفصل میشه، من دارم دیگه خیلی چیز میشه، اینو بذاریم برای جلسه بعد که انشالله. آره